دوستان عزیز خوش اومدید به ادامه مانکرافت وان بلاک. اینجا رو گسترش شدیم بالاخره. گسترش همه بگید گسترش. اگر این ویدیو رو دوست داشتید هم ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و توی کامنت ها بنویسید گسترش. گسترش بنویسید چی؟ گسترش. اگر داریم میگه چرا چوب نمیزنم بخاطر اینکه بعدا خواستیم اینجا کشاورزی کنیم به فنای دو عالم نریم. یا حسین مظلوم یعنی جا آها ببین گسترش دادن رو ما یاد گرفتیم. گسترش کیه؟ خب برادر آخرین بلاک خب دوستان ما یه ذره اینجا بیل ساختیم و ترامیزا کردیم. بله گسترش شدن چی؟ بگید بچه ایده رو الان ما چی کار کردیم؟ گسترش شدیم. اوضاع خطری شد. خب توانست خواستن توانستن و حالا ما توانستیم. دوستان کی به امید خدا کشاورزی رو آغاز بفرمایید. حالا گسترش انشاءالله فردا صبح باید بوستان نمیدم. اما دوستانی که از این پارت مواظب بشن ببینید چه داریم. البته خیلی خوشحالی ازش ولی خوب عجب گاویه. این گاوه خود گاوه گم شدی گم شد. میخوام حاملهش بکنم. میخوام این شمشیر بردارم بزنم حالیش نمیشه یه چیزی بزنم پرت نشه پایین. بده من گوشتو. من گوشتو بده چی؟ دوستان سلامات بچه برای شادی روح گاو بزرگ صلوات محمدی ختم کنید. چی کارم میگم؟ به به ایوا چوبه کدو چقدر بگو کدو میده.
واه 27 داره. الان اینجوری گسترشش میدم. الحمدلله الحمدلله. ای بابا آها خب و اما دوستان و اینک میبینید که از یک بلاک به چند بلاک رسیدیم. ابعاد خیلی زیاده، متاسفانه قابل شمارش نیست. اچ یا حسین حاجی باشه ساکت ببین فصل بابا بس دیگه بچه هم بخواه چرت و پرت بدی. ما چه لبلاک میشیم دوستان اگر آگاهی داریم. خب برم بابا چیه خب بگو اگه ردش قرار چوب بیاد دوباره بگو من دیپی ندارم دیگه. آقا دوستان اگر فکر کنم احساس میکنم ماینکرافت ما چی لج کرد من چوب میاد تایمه. هی این چیسته بازم آب دوستان صلوات به گندم درخت سیب زمینی به خب حالا وقت کودتاست. اجازه دهیم اومده چی میخوایم نگیم از استیک بده منده لالا وایسید اول اجازه دهیم وایسید وقت کنم باز هم گوسترش بدهیم اینجا رو بذارید یه ذره بریم برو دیگه بابا. آها بذار آها حواسم نبود زمین بوده بود چی بفکشم بودش سابقید نه؟ بیا چی گفتی؟ الان گفتی شاید بودی چکار بانی؟ بیا بچه ها لول آپ شده کریمی بودش بودی چکار بانی؟ به بسم الله اینو چرا گذاشتم اینجا سال میگیره یا محرم هم خب بسم الله بریم باسه کندن سنگ ای با آیرون بابا بذار به من یه ذره سنگ بذار من الان چی کار کنم واقعا. اگر کسی میداند به ما اطلاع دهد نمیداند چی میخوای؟ خیلی دایمن نبزنم باز بذار هشت برمون لپیز خوب فعلا کنی لپیز نکنه تربیت شد. برشون
ادامه بدیم. تو الان من اینه چی کار کنم واقعا؟ من چه کنم با تو؟ ای خدا بعدش هم آهی رو میده باور کن. ای سنگ داد عجیب. آها 3 تا شد. الان میتونیم حداقل بسازیم و بکوبیم. آها استون رو بدیم. استون بیکس. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و اینا رو تو من بی رو برداریم بکنیم اینا. خوبه زوقان ایدیو. دوستان به نظر شما از این تو گوسفند در میاد؟ آقا